استاد محمدی شاوردی عزیز، سلام، خیر مقدم، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. مخلص. بنده خوشحالم که در خدمت شما محبت دارید. دوستان عزیز بیننده هستم. از دو جهت ما خوشحالیم. یک جهت این که خدمت بندگان خوب خدا هستیم، این خودش نعمت بزرگی است. و از جهت این که اون خدمتی هم که میکنیم خدمت زیبایی است. خدمتی که تعلیم و تعلم باشه خیلی زیباست. الحمدلله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، همه عباداتشون، عبادات فردی، اجتماعی، عبادات عرض کنم که نماز و روزه و اینها و عبادات خدمت به بندگان خدا که بسیار ارزشمنده. یکی از اون عبادات بسیار خوب همینه که انسان در سرنوشت مملکت خودش شرکت داشته باشه و اگر مردم به امامان رأی میدادن، امام صادق علیه السلام فرموده اگر من 17 تا یار میداشتم حکومت تشکیل میدادم، حکومت اسلامی تشکیل میدادم. خب نبودن مردم، ولی مردم ها به حمدالله از حیث وفا و از حیث همت و بردباری و صبر و مقاومت بی‌نظیرن. امام رحمت الله علیه در اون وصیت‌نامه الهی سیاسیشون دارن که می‌فرماید که من با جرأت میگم که مردم ما از مردم زمان مردم حجاز زمان پیغمبر و از مردم عراق زمان امیرالمومنین و امام حسین بهترن. این مال سال 63 تا 68 و اینها، اما 67، اما هنوز هم مردم ما همون مردمن الحمدلله. و چطور دشمن ناکام میذارن؟ دشمن خیال میکنه که دیگه الان مردم دیگه خسته شدن، چی شد، بعد یه انتخاباتی میشه، یه راهپیمایی میشه، بعد همه اون پته‌هاشون رو آب ریخته میشه، همه اون نقشه‌هاشون نقشه بر آب میشه و پشیمون میشن از اون همه زحمتی کشیدند و اون همه هزینه کردن. ان شاءالله که اینو هم خدا قبول کنه. داریم یواش یواش میریم به سمت ماه مبارک رمضان. یکی از مهمترین کارها برای ماه مبارک رمضان علم و آگاهی است. لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. امام سجاد فرمودن عبادتی که توش علم و آگاهی و فهم و شعور و درک نباشون عبادت فایده نداره. لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. تفقه یعنی معرفت دینی، اصلا با دین آشنا بشه. حالا فقه اکبر همین عقایدی که ما خدمت شما هستیم، فقه اوسط اخلاق و تربیتی که خیلی از سوالای شما اخلاقی و تربیتیه، و فقه اصغر هم همون احکام و فقه مثلث که باز بعضی از سوالات دوستان هم از جنس همون فقه اصغره. یعنی هر سه نوع تفقه رو ما در سوالایی که دوستان مطرح میکنن باشون داریم. ان شاءالله با سوالای خوب دوستان باز هم ما در این برنامه هم گامی در جهت تفقه برداریم. الهی آمین ان شاء الله. خب چون ما نزدیک انتخابات هستیم، شما اشاره کردیم، توضیحاتی فرمودین، من با اجازه از مردم یه سوالی رو خیلی وقت میشنویم. حالا هر موقع نزدیک انتخابات میشیم، تو این روزا هم شاید بیشتر، عمدتاً برخی از جوونا یا حتی مثلا بزرگترها ممکنه این سوال بپرسن: آقا مثلا من الان توی تبریزم، نمیدونم توی اصفهانم، نمیدونم توی کاشانم، توی شهرهای مختلف کشور شمال و جنوب و شرق و غرب، توی استانهای مختلف، توی چند دوره الان انتخابات مجلس دیگه، ما نماینده انتخاب کردیم، اومدیم رأی دادیم، این قرار بوده که مثلا فلانجا برای ما یه استادیوم بسازه، اون نساخته. قرار بوده یه مدرسه، یه دونه بیمارستان، نمیدونم قرار بوده این جاده فلانجا به فلانجا رو مثلا این بسازه و نمیدونم کارهای عمرانی کنه، شرایط اقتصادی رو تسهیل کنه، نمیدونم. ولی هرچی انتخاب کردیم اتفاقی نیفتاده، یا اگر افتاده اون چیزی که ما می‌خواستیم مثلا نبوده. چرا من دیگه باید بیام الان مثلا رأی بدم؟ چرا باید بیام یه نماینده انتخاب کنم؟ دوره همون میشه دیگه. شما چه پاسخی دارید؟ حالا که اگه رأی نده کار درست میشه؟ نه دیگه. خب اگه کار درست بشه خیلی خوب، رأی نده تا کارش ما درست بشه، تا اون خیابان شما کشیده بشه، تا اون نمیشه. اما با رأی ندادن آیا کار درست میشه؟ دو، آیا رأی دادن، قبلا اشاره کردم، حق
یا نه تکلیف هم هست. اگه تکلیفه، من که 20 سال نماز خوندم، چی شد؟ دیگه نمیخونم. واجبه، تکلیفه، از اوجب واجباته. تو میشه انسان بگه من دلم نمیخواد. خب دوستانی که خدمتشون هستیم بنده رو میشناسن، ما 10 ساله که در خدمت دوستان تو همین رسانه ها هستیم دیگه، رسانه های مختلف. دیدن که بنده این کار مثلا فلان گروه چی میگن، فلان حزب چی میگن، اصلا تو این چیزها نیستم. ما هستیم و معارف دین رو به مردم برسونیم و اعتمادی هم که مردم دارن، لطفی هم که مردم دارن واقعا بی‌نظیره. ما تو این بیماری حرکت از مردم دیدیم که اصلا مورد توقع ما نبود، خیلی فوق توقع ما بود، خیلی فوق توقع ما بود. رفتاری که مردم کردن در اقصا نقاط ایران، حتی خارج از ایران، از کشورهای مختلف، خب بنده رو میشناسن که خب بغض این حرف اصلا ندارم. وقتی اینجا عرض میکنم که از اوجب واجباته به عنوان یک کارشناس اعتقادی به مطلب رسیدم. یکم توضیح بدین چرا اوجب واجباته، چون اینم یه عنوان شبهه. آقا یعنی چی که مثلا اگه من رأی ندم مثلا باعث تضعیف اسلام شدم یا فلان شدم؟ نه، من به شرایط موجود مثلا اعتراض دارم و میخوام با رأی ندادنم اعتراض کنم. اون عرض خواهم کرد. اینکه الان که اگر مردم کم شرکت کنن دشمن به طمع میفته. الان آنچه که ملت ما رو، کشور ما رو، نظام ما رو، اسلام ما رو تا حالا نگه داشته، یکی از مهمترین مؤلفه هاش حضور مردم بوده. انقلاب رو مردم پیروزی رسوندن. بله. کمر رژیم شاه راهپیمایی های تاسوعا و عاشورای سال 57 شکسته شد. اون راهپیمایی میلیونی که حالا شما موقع نبودید که نه. ما بودیم دیدیم. اونا کمر رژیم رو شکست. مردم هم حدوثاً هم بقاعاً مهمترین مؤلفه این نظام، انقلاب و اسلام بودن تا الان. همینطوره. حالا این مؤلفه رو ما از اینا گرفتیم، مردم رفتن کنار، دیگه دشمن خیلی راحت. ما نمیتونیم در مقابل همه شیاطین بایستیم. این ناتو عجیب و غریب که بر علیه ما درست شده. بنابراین اگر ما کوتاهی بکنیم، دشمن ممکنه به این نظام ضربه‌ای وارد کنه که قابل جبران نباشه و همه کسانی کوتاهی کردن اونجا گرفتارن. شهدا میان یقهشو میگیرن، میگن من جان خودم از دست دادم برای این نظام. همه امامان میگن ما دنبال همین بودیم. ما اگر شرایط شما رو میداشتیم حتما حکومت تشکیل میدادیم. امام حسین میفرماید من برای اسلام شهید شدم، وقت شما از اسلام دفاع نکردید، از مرام من دفاع نکردید. یه نکته بعد این که خب ما ببینیم که امام زمان چی میخواد، خدا و پیامبر و قرآن و دین چی میگه و شیاطین چی میگن. رادیوها و تلویزیون ها اینا میشنوید شما دیگه. بله بله. آیا اونها خیر ما رو میخوان؟ یعنی صهیونیسم خیر ایران رو میخواد، آمریکا خیر ما رو میخواد، اروپا خیر ما رو میخواد؟ مگر نه اینکه اینها چه بلاها سر این مملکت نیاوردن. بله. این مملکت دچار قحطی کردن، چه تعداد از ما کشتن در طول همین 2 قرن اخیر. چیزی کم نذاشتن واقعا. در دشمنی با ما، الان هم در دشمنی با ما کم نذاشتن. چه خدمتی به ما کردن اینا؟ وقتی اینا اون طرف وایستادن ما هم بریم کنار اونها، ما با اونها همراه بشیم؟ این عاقلانه؟ مطلب بعد این که دوستان توجه داشته باشن، ما آیات رو باید در این باره زیاد داریم و دلایل عقلی هم که فراوان هست که حکومت 3 رکن داره: قانون، مردم، حاکم. یکی از این ارکان نباشن حکومت تشکیل نمیشه. ولی طرف امیرالمومنین باشه. امیرالمومنین هم باشه، مردم همراهی نکنن. امیرالمومنین 40 تا رأی میخواست، 40 تا رأی نیومدن 40 نفر رأی بدن. حضرت رفت زیر زمین شروع کرد قنات کندن. امام مجتبی علیه السلام مردم کوتاهی کردن، کارو واگذار کرد به معاویه. مردم نباشن نمیشه کاری کرد. مردم باید باشن تا مسئولین بتونن کار کنن. مطلب بعد این که حالا اگر کسی بد رفتاری کرده، اگر یه شجره طیبه، یک شاخه کرم خورده داره، انسان تیشه برمی‌داره به ریشه این درخت بزنه، اون شاخه کرم خورده رو میبره میسوزونه، نه اینکه اصلش از بین ببره. احسن. عنایت داشته باشن دوستان، من 4 نکته اشاره میکنم. 1، دشمنی هایی که در طول این 45
5-6 سال بر علیه نظام ما شده در طول تاریخ و در عرض جغرافیا نظیر نداره. بی‌نظیر. 2 برخی از مسئولین ما در مقاطع مختلف و در رده‌های مختلف ناکارآمد بودن، ضعیف بودن، تخصص نداشتن، کمکاری کردن، وارفته بودن، خائن بودن، خیانت کردن، گرچه کم بودن ولی بودن. و ضربه هم که اینا زدن که این الان ترکش‌های که الان شما مشاهده میکنید برمیگرده به همینطوره. وقتی مسئول رو دیده که دروغ میگه و معلومه که اون ناامید میشه، جوان ناامید میشه. ضربه هم که اینا زدن، این از معجزات این نظام ها، این از درون و از خود، آره اونم از بیرون، از بیرون در این حال سبز هنوز باقی مونده. نکته سوم این که دوستان داشته ها رو ببینن. دشمن میخواد که ما داشته های خودمون رو نبینیم، میخواد که ما نفهمیم که از لحاظ سرعت رشد علمی 14 برابر میانگین دنیا هستیم. اینو دشمن نمیخواد ببینه. ما از لحاظ میزان باسوادی ببینید قبلا چی بودیم، الان چی هستیم، اطرافیان ما چی هستن. از لحاظ قدرت سیاسی مجلس ما رو انگلستان و فرانسه و آمریکا تعیین میکردن، سر تعداد نمایندگان ما هم دعوا میکردن. اون میگفت چرا تو باید از من بیشتر داشته باشی، اون میگفت چرا تو باید سر تعداد نمایندگان ما با خودشون دعواشون بود. شاه ما و دست به سینه مقابل سفیر آمریکا می ایستاد که کاری می‌خواست انجام بده انجام بشه یا انجام نشه. الان کجاییم از لحاظ سیاسی؟ این قدرت سیاسی بین‌المللی که ایران الان داره که در طول تاریخ داشته، قدرت منطقه‌ای که داره، این قدرت نظامی که ما داریم، ما اسلحه‌مون اون قبل از انقلاب M1 بود، از آمریکا وارد میشد، اگر نمیداد همون هم نداشتیم. وقت اسلحه سازمانی آمریکا همون موقع M16 بود، یعنی 16 ورژن رفتن بالا، به ما همون یکو میدادن. حالا تازه بهترینش هم میدادن، خودشون میآمدن که اینجا راه بندازن. اصلا ما رو به حساب نمیگرفتن. این تحقیر ملت ایران. ما تا قبل از انقلاب اسلامی ایران هر پادشاهی که اینجا بود، بخره پهلوی و قاجار و تا قبلی ها، هر کدوم یه بخشی از مملکت رو هدیه دادن. بله بخشیدن، گفتن دخترمون رو شوهر دادیم. آره بحرین و پخشن گفتن. تنها جایی که ما توی این در واقع 45 سال که ما ندادیم همین مدت بوده رقم خورد. همینطوره. اینا رو ببینیم. زمانی توی مملکت انگلیسی وحشی و دور از انسانیت روی تابلو سردر ورودی باشگاهشون می‌نوشتن که ورود سگ و ایرانی تو ایران ها، تو آبادان ما، تو شهر ما ورود سگ و ایرانی ممنوع. حالا الان اونا کجا هستن، ما کجا هستیم؟ این داشته ها رو ببینن با همه فشارها و تحریم‌ها و دشمنی‌ها، اینم باید در کنارش. همینطوره. ما دشمن میخواد که ما اون که داریم رو نبینیم، ناامید بشیم، مردم ما نبینن کجا هستن، چی هستن. اینا رو باید ببینیم، ما باید مطالعه بکنیم. این کتابای سعود 40 ساله که حالا جلد دومش هم ظاهرا این یه بخش ناچیزی است، همین دوستان بخونن. آمارها همه از سازمان‌های بین‌المللی ها، هیچیش از داخل نیست. همینطوره. اینا رو بخونن ببینن که ما کجا بود. ایران. آره خیلی ساده دیگه. بله. نمیدونم تو اینترنت باشه یا نباشه، ان شاءالله که باشه. به نظرم باشه. بله. نکته چهارم هم که عرض کردم این بود که هر کس کارنامه خودشو بذاره زیر ذره. ببین بنده به عنوان طلبه چیکار کردم، واسه انجام دادم، میتونم جواب خدا رو بدم، میتونم جواب شهدا رو بدم. اگر شهدا اومدن یقه بنده رو گرفتن، گفتن ما برای پیشبرد دین، دیانت، اخلاق، انسانیت، رفاه مردم و عظمت و سربلندی ایران جان دادیم، تو چیکار کردی؟ میتونم جوابی داشته باشم براشون؟ اگه میتونم خب خدا رو شکر، که غالبا نمیتونم. نه بابا چه جوابی؟ من از یه دونه اومدن یه دو خط نوشتن پرهیز کردم، مثلا یه وقت اینجوری گذاشتن وقت شما خونه تو جون تو عمر تو همیشه. اینم نگاه کنیم ببینیم کجا هستیم. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. مطالب مثل همیشه کاملا ضمن اینکه از مبانی دینی و روایی و قرآنی استفاده می‌کنید، کاملا استدلالی، منطقی و فرمودید و عقلانی و خیلی کامل و جامع و کاربردی بود. برای کسی که واقعا بخواد
بپذیره، اناد نداشته باشه. کسی که بخواد اناد داشته باشه خب طبیعیه که هر چی بهش بگی بالاخره خودش به خواب زده که ما باش کار نداریم، نمیشه بیدارش کرد. خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم برگردیم و سوالات شما رو بپرسیم. بفرمایید. من در جشن ازدواج فرزندم قربانی نکردم بنا به موضوعاتی و 7-8 ماه بعد با درد بدی فرزندم از دنیا رفت. آیا تقصیر من بود یا عمر او این مدت بوده؟ آیا چشم زخم او رو از پا در آورد؟ اگه میشه بفرمایید. سوالی که از بیننده ها. از کنم که ما نداریم که در جشن ازدواج قربانی کنید. ولیمه دادن مستحبه در ازدواج. مستحبه که یک ولیمه بدن، برای مثلا 10 نفر از اقوامشون دعوت کنن یک غذایی بدن، خوب این مستحبه. اما اینکه حتما گوسفند قربانی کنن نه، چنین چیزی رو نداره. مطلب دوم اینکه ممکنه که دچار چشم زخم شده باشه، احتمالش هست. اینکه علل و عوامل دیگه‌ای باشه، علل مادی باشه، بیماری خاصی، نمیدونم، یا تصادف مثلا خاصی، این همه این فاکتور، همه احتمالات وجود داره. نمیشه یه احتمال انگشت روش گذاشت. بله، احتمال چشم زخم هم در کنار سایر احتمالات وجود داره. مطلب بعد این که توصیه بنده اینه، الان شما دیگه گذشته رو خط قرمز بکشید، چون جز قصه و ناراحتی و اینکه انسان ذهنش مشغول باشه هیچ فایده نداره. گذشته رو کلاً بذارید کنار، فکر آینده رو بکنید. فرزندتون عرض کنم که رفته و خدا رحمتشون کنه، خدا به شما هم صبر بده. توصیه میکنم شما هر وقت یادتون میاد این جمله قرآنی انا لله و انا الیه راجعون رو بگید. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این آرامتون میکنه. کتاب مسکن الفؤاد مال شهید ثانی رحمت الله علیه هست، به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها و چیزی از این قبیل. من توصیه میکنم اون کتاب رو، اون 20 صفحه اولش رو بخونن، حالا اگه همش هم نمیخوام بخونن، تو اینترنت هم هست اون کتاب، دریافت کنند و بخونن. الان به این فکر باشید که کمبودهاش، حقوقی که به گردن فرزندتون هست، اون حقوق ادا بکنید. حالا حق الناس به گردنش هست، حق الله به گردنش هست، براش کارهای خیر انجام بدید و توجه داشته باشید این یک مسافرتی است که ایشون رفته. خب قبلا مسافرت میرفت، اینم یه مسافرته. یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او، دیگه نگرانی نداره. مثل سابق که مسافرت میرفت، این رو هم شما یک مسافرت کامل تلقی کنید. اینا که درز میکنم همش حدیث آقا امین الاسلام که از یارانش پسرش از دست رفته بود، پسرش مرده بود، رفت دیدنش برای دلجویی و تسلیت. بهش گفت ایشون قبلا مسافرت نمیرفت. از چرا آقا مسافرت هم میرفت؟ فرمود خب اینم یه مسافرته. یا او برمیگرده پیش شما یا شما پیش او. بنابراین شما از این به بعد دیگه تو این فاز بیاید، تو این قسمت، تو این که چیکار کنیم در آینده، گذشته رو ولش کنیم. خیلی ممنونم. خدا بهشون صبر بده. گفتن آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج با رسول خدا فرزند داشت؟ نه خیر، ما معتقدیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواجی نکرده بود. اون بخشای تاریخ غلط خیلی فاحشی هم هست که حضرت خدیجه که همه خواستگارهای شخصیت‌های قریش رو، بزرگان قریش رو همه دست رد به سینشون زده، اون وقت با یه چوپان گمنامی که اصلا هیچ شخصیت هم نبوده و نه دین داشته نه اخلاق داشته با اون ازدواج کرده. اینا دروغه. اینا دروغ‌هایی است که برای پایین آوردن شأن اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها به تاریخ وارد شده. حضرت خدیجه نه ازدواج کرده بود قبل از ازدواج با پیامبر، نه فرزندی داشت، نه سنش 40 سال بود که این شهرت عجیب پیدا کرده که 40 ساله بود. و حضرت زهرا سلام الله علیها در سال 5 بعثت به دنیا آمده، باید مثلا حضرت خدیجه 60 سالش بود، 62 سالش بود. چطور زن 60 ساله بچه متولد میکنه؟ کسی هم ادعای اعجاز هم نکرده این معجزه بوده. سن حضرت 27 28 سال 27 سال بود، یه 2-3 سال از پیامبر بزرگتر بود. و مادامی هم که خدیجه زنده بود پیامبر هیچ ازدواجی نکرد. این 25 سال که با خدیجه ازدواج کرده بود هرگز پیامبر ازدواج دیگه‌ای نکرد. و خدیجه زن بسیار با شخصیتی است. اگر ما 5 زن ممتاز دنیا رو اسم ببریم قطعا یکیش حضرت خدیجه سلام الله علیها است. و اون دروغ‌هایی هم که ساختن رو شما هیچ کدومش باور نکنید. مراجعه کنید به کتاب
نظرتون جدیده فی السیره مال مرحوم علامه عسکری، یا اون از صحیح من سیرت النبی الاعظم مال جعفر مرتضی، هر دوش خوبه. به یکی از این دو تا، این دومی ترجمه هم شده به فارسی، هم اول هم ترجمه شده باشه، به ترجمه اینها مراجعه کنن تا اون که من گفتم دلایلش رو و استدلال ها رو اونجا ببینن. خیلی ممنونم. سلام خدا بر وجود نازنین و مقدسه و مطهره حضرت خدیجه کبری سلام علیها. گفتن یه سوالی فکر من خیلی مشغول کرده، ممنون شما اگه جواب بدید. انسانی که میمیره دنیا رو به یاد داره و میدونه که مرده و کس و کارش رو توی دنیا میشناسه، ما که برای پدرمون مادرمون انفاق میکنیم اونها متوجه میشن از طرف کیه یا نه مثل خواب چیزی از دنیا یادش نیست؟ اگه میشه کمی دربارش صحبت کنید. بازم من اینجا استفاده کنم، ما کل ماه مبارک رمضان 30 روز رو انشالله به شرط حیات و توفیق محضر استاد محمدی شاهرودی عزیز هستیم. کل بحثمون هم همیناست، لحظات احتضار و مرگ و روش اینکه جان از بدن خارج میشه به چه صورته و عالم قبر و برزخ و قیامت و اینها تا انتها. هر سوالی پیرامون این موضوعات دارید انشالله بفرستید تا قبل ماه مبارک رمضان که اونجا تا اونجا دسته‌بندی بکنن استاد حسین زاده عزیز و ما اونجا از محضر استاد خرد میپرسیم در کل 30 روز. بفرمایید. بله متوجه هستن که از دنیا رفتن و مطابق با مقامشون اطلاع از اقوام و بازماندگانشون دارن، بعضی روزی یک بار، بعضی 2 روز یک بار، بعضی هفته یک بار. هرچی مقامشون بالاتر میره این فاصله اطلاعشون از خانواده و از بازماندگانشون کمتر میشه و منتها فرشته های همراهی میکنن با اینها که بدی های خانواده رو ازشون پنهان میکنن که از بدی هاشون مطلع نشن که اونجا غصه بخورن و ناراحت باشن. بقیه امور رو میفهمن و اطلاع دادن تا حدی که حالا مقامشون اجازه بده. خیرات هم که براشون بدن بله بهشون میرسه، میدونن که از کیه، حتی اون جزئیاتش، اینکه این خیرات مثلا با چه نیتی بود، آیا حرمت اون فقیر نگه داشته شد یا نشد. که از بزرگان، از علمای بزرگ، مادرش رو خواب دید گفت که خانمت آبرو ما رو پیش اهل برزخ برد دیروز. گفت چیکار کرد؟ گفت برای ظرف حمام برای من غذا فرستاد. این عالم بزرگ من بگم دوستان میشناسم، عالم من دیگه از گفتنش. به خانمش گفت چیکار کردی؟ مادر از دستت گله من بود. میگفت که براش تو ظرف حمام غذا فرستادی. گفت حقیقت اینه که من داشتم غذا درست میکردم، شیرین پلو داشتم میپختم، یه فقیر اومد در خونه گفت که گرسنم غذا بدید. من دور و برم نگاه کردم، ظرف مناسبی ندیدم، همین ظرف حمام تمیز بود، غذا ریختم تو ظرف حمام، رفتم بهش دادم، خورد و دعا کرد و رفت. چون اون موقع دور و برم ظرف دیگه نبود. حتی این جزئیات رو هم متوجه میشم که چرا به فقیر مثلا اینقدر هوشیار و آگاه شأن فقیر رو مراعات نکرده که یک ظرف مثلا محترمانه تری چرا تو ظرف حمام مثلا برای فقیر غذا فرستاده باشه. بله از همه جزئیاتش خبردار میشم و دعا میکنم. به شدت هم نیاز دارن، به شدت نیاز دارن به خیرات و توجه ما. حتما ازشون غافل نباشیم و بیادشون باشیم. بله خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز و نازنین و مهربان. انشالله ثواب که حتما داره این نشستای ما، یه قدری از ثوابش هم برسه به روح اموات و گذشتگانمون. حالا که یاد کردیم پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، کسانی که حق دارن به گردنمون بهره مند بشن انشالله. اوامری ندارین؟ زنده باشید، محبت دارید. یاد کردیم از گذشتگان یه صلوات، یه شاخه گل صلوات رو هدیه بکنیم به روح مطهر همشون انشالله که اونها هم دراتشون عالیست، متعالی بشه و برای ما هم دعا بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا